خوب امیدوارم هنوز ویدیو شروع نشد که میگه امیدوارم. خب امروز قراره بچه یه اتاق گیمینگ درست کنیم و میخوایم با هم پیش بریم دیگه که چه چیزایی موجوده و که چه چیزایی نیازه. و اینم اولیه کار که میبینید دیوار یکم خرابی داره، ایناش هنوز هیچی نداریم. خب میبینمتون. چیز به تابلو جوکر نیاز داریم. حالا هر تابلویی که خودتون مد نظرتونه، یکم سایزش بزرگ باشه که دیوار رو بگیره. و حتما اگه میخواین یه اتاق گیمینگ درست کنید باید حتما از تابلو شاسی و تابلوهای زیادی استفاده کنید. من خودم جوکر رو دوست دارم چون شخصیت مورد علاقمه. تابلو جوکرمون هم اینجا میاد بغل پنجره که باید این دیوار خالی بود و پرش کردیم با تابلو جوکر. و آره دیگه که ما نیاز داریم یه میز که میز دقیقا میاد اینجا دیگه، درسته؟ یا خدا میادش اینجا که ما برقم داریم خوبه و میز میاد اینجا که با یه بشکن. اصلا خوراک چالش های نامنظم. اینم میزمون. حالا برای شروع کردن یوتیوب یا آپارات فعلا خوبه تا میز بزرگتر شه. اینم میزمون تا بریم سراغ وسایلای بعد. میدونید ما به چی نیاز داریم؟ ما به دو تا تابلو شاسی دیگه نیاز داریم که فکر کنم سه تا نیاز داریم که بیاد اینجا خالیای اینجا رو بگیره و بریم تابلو شاسی ها رو بیاریم و بچسبونیمش به دیوارمون. اول کار به همین سه تا تابلو نیاز داریم. تابلو ریک، خودم سلطان رو نگاه کن، شیرجه رو ببین، و یه تابلو مورتی، یه تیغ، بازم یه جوکر دیگه که خیلی دوست داشتم اون چسب دو طرفه که البته این ستا میخ میخورن دیگه. اینو باید با چسب دو طرفه بچسبونیمش. این هم شد رخ تابلوهایی که چسبوندیم. به جان، اینم از تابلوها. دوستان چیزایی که برای یه اتاق گیمینگ خیلی خیلی مهمه اینه که شما حتما باید تجهیزات مهمش رو اینو داشته باشین: پلی‌استیشن، هدست، میکروفون یا نمیدونم مانیتور اینا. و میخوایم ما اینا رو داشته باشیم. بریم ببینیم. این بچه‌ها یه مانیتور 22 اینچ LG، اینم جزئیاتش که ببینید، و یه میکروفون، هدست گیمینگ، موس گیمینگ و سلطان PS4. خب و دوستان تو رو اسمبل کردیم و اینم شد رخ سلطان و کابل برقش. و به یه چیز دیگه هم نیاز داریم، سرایی. برای مثلا بخوای یه ویدیو خفن بسازی حتما باید یه چیز داشته باشی که ادیتش کنی و به یه لپتاپ نیاز داری. حالا هر کسی هم میتونه با گوشی ادیت بزنه ولی من با لپتاپ ادیت میزنم. و پس چی؟ به یه لپتاپ احتیاج داری. لپتاپ ما و اینم مانیتور. جزئیات لپتاپ رو بخوام بگم فقط هم چیزایی که ازش میدونم 500 گیگ و 4 گیگ رم داره. و آره دیگه تو این ادیت مدید و اینجور چیزا رو میزنم. آره دیگه و توش چند تا GTA و میتی هم دارم باهاش بازی میکنم و بیشتر برای ادیت استفاده میشه. یه PS4 احتیاج داریم و کابل نمای میز ما و یه مثبت پابجی اومد، موس گیمینگمون، هدست گیمینگمون. فقط یه مونده میکروفونمون که اونم کارش میذاریم اینجا. یه جا باش پیدا می‌کنیم که اگه این زیر ما یه اسپیکر گذاشتیم که برای هر اتاق گیمینگ نیازه که اگه بخوای استریم بذاری میتونی موسیقی تو بذاری و عشق کنی و بچه‌ها حال کنن. و اینم آره که دارم حالا فعلا سیم هدستمو درست میکنم که میخوام با این صدا کم و زیاد میشه رو با چسب دو طرفه بچسبونم این زیر میز که خیلی خوب میشه. و
سیما رو اینجا یکم سیما اوکی نیست که باید این میز بزرگتری بود که من اوکیش میکردم، ولی حالا اشکال نداره. میزا رو از زیر رد کردیم که یکم مرتب باشه. مرتبه یه اوکیه. و آره یه بریم و بقیه‌شو بهتون بگم که چی کارو کنیم. رفتون یه چیز دیگه، مگه میخواین یوتیوبری شروع کنید حتما باید این چند تا دفتر داشته باشید که برنامه‌هاتون، ویدیوها، ساعتایی که میخواین ویدیوهاتون رو بگیرین و بنویسین اینجا که برنامه‌تون به هم نخوره و به این شکل، به این صورت البته مرتب میرید جلو. و اینم از این دیگه. پاور بانک هم که حتما نیازه. به تنها چیزی که نیاز داریم بخوایم اتاق قشنگ کنیم نوار LED که ما به اندازه 5 متر تهیه کردیم. تهیه که نکردیم، قبلا داشتیم و یه متری هم آوردیم تا خیلی خیلی قشنگتر بشه. بله اینم پشت در منه، خیلی اوضاعیده. و آره دیگه بریم. اینم نوار LED ما و بازم نوار LED. بریم اینا رو نصبش کنیم. پایان کار ما ساخت اتاق گیمینگمون، اکشن فیگورای زیبامون و تخت زیبامون. اونم البته ببخشید پایه است برای فیلم برداری داشتم می‌کردم. و اینم از این تابلوها رو بنازم، مانیتور، وسایل‌های مد نظرم، فلش‌های کارم، کنترل مانیتورم، ستم، دسته PS4 م، صندلی هم فعلا همینه بچه‌ها برای کار اولیه خوبه. اونم یه نوره که اما این چراغ خواباست که براش لاب نخریدم، فعلا اونجا گوشتم اونجا تا رینگ لایت بخرم. و اینم از نمای زیبای ما. خوشتون اومده باشه اینجور ویدیو من چند تا گوشم دارم. این ویدیو خوشتون اومده باشه تا ویدیو دیگه. بای بای.